از نامگذاری علی خوشتان نمی آید؟ کربلا در تاریخ اسلام یکی از فجیع ترین وقایع است که اثری عمیقی از خود گذاشت. در کربلا نبیره پیامبر صلی الله علیه و سلم و عدد زیادی از خاندان او شهید شدند. طبق گزارش طبری، ابن سعد، ابو حنیفه دینواری، شیخ مفید، ابن اساکیر، ابن اسیر و ابن جوزی در کربلا 18 تن از اهل بیت شهید شدند. لیکن چرا نام همه آنها هنگام مراسم‌های عزاداری به زبان آورده نمی شود؟ نام آنها را آوردن کی را ناراحت می کند؟ چرا کسی درباره ابوبکر ابن علی که در کربلا شهید شد سخن نمی گوید؟ چرا عثمان ابن علی که با برادرش حسین شهید شد خبری نیست؟ با روایت عمر ابن علی نیز آنجا شهید شده است. چرا درباره ابوبکر ابن حسن ابن علی و عمر ابن حسن ابن علی حرف نمیزنند و ضمن شهدای کربلا به زبان نمیآورند؟ یعنی نه تنها پسران علی نام خلفا را داشتند، بلکه نبیره‌هایش که از حسن و حسین بودند نیز نام خلفا را به خود فخر می‌دانستند. چرا عباس ابن علی را به عثمان هفتم می‌بردارند و درباره برادرش عثمان ابن علی که در کربلا شهید شد حرف نمیزنند، در حالی که هر دوی آنها عباس و عثمان از ام البنین هستند؟ ام البنینی که علی بعد 9 روز وفات فاطمه رضی الله عنها او را به زنی گرفت و برای فاطمه عزای دور و دراز برقرار نکرد، حتی تا چیل فاطمه انتظار نشد. ذوق شما با ذوق علی رضی الله عنه که دعوای پیرویش را دارید درست نمیگیرد. شما که دعوای محبت علی را دارید، چرا از نامگذاری علی خوشتان نمی آید؟ یا شما علی را قبول ندارید یا علی در ذهن خود ساخته اید و تنها او را میپذیرید. علی واقعی از علی ذهن شما از زمین تا آسمان فرق دارد. خلاصه نام آنانی که از اهل بیت در کربلا شهید شدند. دقت: از فرزندان علی، حسین، عباس، عبدالله، جعفر، عثمان، ابوبکر و محمد و به روایت عمر ابن علی نیز شهید شده است. از فرزندان حسن ابن علی، قاسم، ابوبکر و عبدالله. از فرزندان حسین ابن علی، علی اکبر، عبدالله، علی اصغر. و در بعض منابع دیگر عمر ابن حسین، ابوبکر ابن حسین، ابوبکر ابن قاسم ابن حسین، ابوبکر ابن عبدالله ابن جعفر جیانی حسین فرزند زینب بنت علی. به نامها دقت دادید؟ آیا در نوارپارچه‌هایی که دیسک اعضای شیعه ها را پخش می‌کند کسی را دیدید که نام اینها را گرفته سینه زند؟ مگر اینها نیز از نطفه علی و حسن و حسین نیستند؟ عزیز دلم عقل از سر من پریده کن، دیوونگی جان باز میگردیم به پرسشی که در آغاز نوار طرح شد. نام آنها را آوردن کی را ناراحت میکند؟ پاسخ این پرسش: اگر این نامها در دیسک اعضای رافضه ذکر شوند، تمام ایدئولوژیایی که آخوندها ساختند بر هم میخورد، زیرا دینشان بر اساس نفرت و نفرین به صاحب این نامها است. مادامی که ابوبکر و عمر و عثمان در نزد علی اینقدر منفور باشند، چرا علی و فرزندان علی و نبیره های علی این نامها را به فرزندانشان نامگذاری میکردند؟ یعنی علی و حسن و حسین به فرزندانشان نام آنهایی را گذاشتند که رمز کفر و نفاق و ستم هستند؟ مگر امام معصوم به عقیده شما پسرش را همنام با رموز نفاق دیدن میخواست؟ برای آسان‌تر فهمیدن این مسئله تصور کنید ابراهیم علیه السلام می آید و فرزندش را نمرود نامگذاری می کند. موسی علیه السلام می آید و نام فرزندش را فرعون یا هامان نامگذاری می کند. آیا عقل سالم این خزعبلات را می پذیرد؟ ابوبکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، اینچنین ابوبکر و عمر و عثمان حسن و حسین فقط برای آن که ایشان هم نام خلفای راشدین هستند به نامشان رفزخوانی نمی شود و معنوان از روی خط آل علی حذف شدند؟ شما از علی هم علی ترید؟ شما خلفا را خوبتر میشناسید یا علیه که با آنها میزیست و مینشست و صحبت و داد و گریفت میکرد و یا با آنها دختر میداد و دختر میگرفت؟ آیا آنانی که حقایق را پنهان میکنند مصداق آیه زیرین نیستند؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون؟ حق را با باطل میامیزید و با آن که حقیقت را میدانید پنهانش مکنید.